فعل مالک بودن هستند. مثلا در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمه مالک، ملک یعنی که مالک است، هم برای خالق نسبت داده شده، هم برای مخلوق نسبت داده شده. مثلا برای خالق چه قسم گفته؟ ولله ملک السماوات والارض، خاص به الله هست مالکیت آسمان ها و زمین. پس مالک آسمان ها و زمین فقط الله هست. اینجا در آیت قرآن ملک فقط برای الله سبحانه و تعالی بیان شده. اما در آیت دیگه قرآن میگه و ما ملکتم مفاتیحه، او چیزهایی را که شما مفتاح یا کلی های از را مالک شدین. پس انسان هم مالک است و خالق هم مالک است، لکن باز از نگاه عقیده مالکیت خالق با مالکیت انسان فرق میکند. مالکیت خالق عام است، مالکیت مخلوق خاص است. الله مالک کل چیز است، الله مالک همه اشیا است. مالک ما الله هست، مالک تو الله هست، مالک آسمان ها الله هست، مالک زمین الله هست. همین مالک در نزد ما و تو هست، اصلا مالکش الله هست. پس ملکیت الله عام است. اما مالک بودن مخلوق چی هست؟ مخلوق که است مالکیتش چی است؟ خاص است. تو فقط مالک اونمو پیسه که در جیبت هستی، اما مالک پیسه که در جیب من هست نیستی. تو مالک خانه هستی، مالک کل شهر نیستی. تو مثلا مالک اون بکس که داری یا مالک لباست هستی. از این خاطر اون مالکیت عام است، اون مالکیت عام است و این مالکیت چی است؟ خاص است. پس مالکیت الله عام است و مالکیت مخلوق چی است؟ خاص است. پس اینال باید این معنا را انسان مسلمان موحد و یکتاپرست اینو باید بفهمه. از این خاطر وقتی که ما فهمیدیم که ملکیت الله عام است و در حقیقت مالک هر چیز الله است، اما آنچه که پیش ما هست مثل یک امانت است. امروز پول است، مثلا 1000 افغانی صبح در جیب تو هست، مالکش هستیم. چند دقیقه بعد مالکش یا کس دیگه هست، پیش دکاندار میبرید 200 روپیه را سودا میخری، ازاری به جیب ازوره. پس مالکیت خالق با مالکیت مخلوق از نگاه عام و خاص بودنش فرق میکنه. خالق مالک هم است. دیگه فرق دومی چی است؟ مالکیت خالق ابدی هست. مالکیت خالق ببخشید تام و مطلق است، اما مالکیت مخلوق مقید است. الله مالک است، در ملک خود هر قسم خواسته باشه تصرف میکنه. خاص به یک دقیقه یک منطقه را از بین میبرن، خاص یک منطقه را ایجاد میکنه، خاص در یک ثانیه به میلیون ها انسان خلق میکنه و خاص در یک ثانیه به میلیون ها انسان از بین میبرن و در مالکیت خالق کسی چیز گفته نمیتونه. اما مالکیت مخلوق چی است؟ مقید است. ما و تو پیسه داریم، لکن قید است در پیسه. ما و تو نمیتونیم پیسه خود در هر چیز استعمال بکنیم. پول ما هست، میگه پول ما هست، ولی در پول خود ما نمیتونیم میره در حرام استعمال بکنیم. خانه ما هست، همین هم مقید است. پس مالکیت خالق مطلق است و تام است و مالکیت مخلوق مقید است. مالکیت خالق ابدی هست، یعنی آنچه که الله مالکش است او را کس از پیشش گرفتن نمیتونه. اما مالکیت مخلوق است موقت است. موقت چی معنی؟ یعنی وقتی است، آنی هست. یک وقت تو صاحب یک خانه هستی، چند وقت بعد بری بگی برادرم خانه ته چی کردی؟ میگه والا خانه ما فروختم. پس اونجا قوالی شب دیگه کسی گرفت. اینال میگه والا مالکیت چی است؟ یک روز یک چیز پیش من است، بس باش پیش من نیست. اینال مالکیت هم از انسان که هست ابدی نیست، بلکه موقت است. مالکیت خالق کامل است و از مخلوق ناقص است. به این خاطر در اصطلاحات و الفاظ اعتقادی که هست از نگاه معنا انسان باید ایره بفهمه.